اه. بعدش من دوست دارم توبه کنم. من گفتم شما هم فکرش هم کرده باشی توبه است دیگه. من الان فکر سکس کنم یعنی سکس کردم. بله توبه است. میگم من سکس فکر کنم یعنی سکس کردم. فکر کنی یعنی فکر کردی؟ من سکس کنم فکر کنم یعنی خب بله. یعنی سکس کردم. نمیدونم. پس تو چی میگی اگه توبه فکر کنی توبه کردی؟ نه اگه شما به فکر توبه باشی خب یعنی اون توبه شما قبول شد، مورد قبوله. پس بیا توبه کنیم. الهی از جد ولی کرفرج عجل ولی کرفرج. من اشتباه گفتم یعنی میرم جهنم؟ نه خیر درست. من الان فکر جهنم میکنم یعنی میرم جهنم؟ نه اینجوری نیست. نه آره اونطوریه. سعید بله. از خودت بگو. چی بگم از خودم؟ ما دعوت نمیخونه؟ کجا دعوت کنم؟ خونه دیگه، همین خونه اینجا دیگه، تو دروازه تو خیابون دولت. نه نمیخونه؟ نه. آره خونه دولت کجاست دیگه؟ دول. کجا؟ دول متوجه نمیشم. دول بازم متوجه نمیشم. دول شنبول کیر. بزرگ میشی میگن کیر، کوچیک باشی میگن شنبول. آها بله. میگی بله. تو چرا جواب منو سر پایین میدی؟ چی بگم؟ با خودت بگو. برنامه از اون آینده های دورت. آینده خاصی ندارم. ریدی؟ نمیدونم. نه نمیدونی؟ نه دیگه. ریدی؟ حق با شماست پس. من یه چیز میگم تکرار کن باشه؟ بفهم. 100 دانه یاقوت 100 دانه یاقوت با نظم و ترتیب با نظم و ترتیب یک جا تو کونت. یک جا تو کونه. اوه چه کثافت. من که دارم با تو خوب صحبت میکنم. چی جا تو کونه؟ من با شما نبودم. شما میگی تکرار کن. من شاید بگم با خودتو بنداز تو چاه. میندازی؟ جان؟ ناصر تویی؟ بله؟ میگم سعید تویی؟ ناصر کیه؟ ناصر تویی؟ من ناصر نیستم. سعیدی؟ بله. چی تو کونم بود؟ من نفهمیدم. یه خورده اینجا سیگنال قاطی شده. متوجه نمیشم. چی شده تو کونم؟ متوجه نمیشم چی فرمودی. چی شده؟ میگم متوجه نشدم چی فرمودی. چیز سختی نیست. نمیدونم. جعفر کجاست؟ شما کجای هستین ببخشید؟ من کجایم؟ همه ایران سرای من است. خوب گفتم؟ قشنگ گفت. درست صحبت کنه. خودت فشنی. نه میگم نه قشنگ گفتین. آها خوبه. جعفر کو؟ جانم؟ جعفر کو؟ متوجه نمیشم. میگم جعفر ها؟ 4 بار این سوال ازت کردم. متوجه نمیشم. تون میگی نخ من متوجه نمیشم. میگم آقا جعفر کو؟ نمیدونم کجا هستم. من کجا؟ شما نمیدونم خونه دیگه. من نمیدونم. من خونه نیستم. تو کجایی؟ من خونه رفیقم هستم. کجاست خونه رفیقت؟ بگو بیایم اونجا خواستگاری. جان؟ بگو بیایم خونه خواستگاری. اونجا واسه چی؟ کجا بیایم؟ نه ناخون الان یه خورده فضا سنگین. بیا توبه کنیم. توبه کردیم یه بس دادیم. کردیم چیه؟ کثافت. دوباره انجام دادیم. بابا جعفر خوبه؟ جان؟ بابا جعفر خوبه؟ خوبه. اسم جعفر نیست که بابا. محمد جعفره؟ نه چیه؟ محمده. بله. چی شده؟ تو اون دفعه به من دروغ گفتی. کدوم دفعه؟ اون دفعه که از تو خیابون رد شدیم بس کردیم همدیگه رو. یادته؟ کدوم دفعه؟ من نمیدونم. بابا شب بود، تاریک بود، بیابان بود. یادم نمیاد. من چه شبی داشته باشم. ببین شماره خونتونو دارم. اگر ببینم خب
اگر ببینم یه بار دیگه مزاحم زینب پاره تنم شدی، بله شماره خونتون که آخرش 79 رو داخل میکنم. متوجه چی میگم؟ بله تو خودت پدری؟ جان نه بابات رفت. چی اسمش؟ میگم من پدرم، حس پدرانه دارم. بله تو چقدر میگی بله؟ چی بگیم؟ بگو که بله. بله مرسی. خواهش توبه کنیم آخره دیگه، دمای آخره دارم من میمیرم. میخوام زینبم با دست تو بسپارم، دست تو اولاخ. من توبه کنم. تو اولاخی؟ نه خیلی تو چی؟ آدمیم همه. همه آدمیم؟ آدم نماییم. ما هممون گیریم، هممون. درسته؟ هممون ره گذاریم. چی شده؟ شماره خونه ما رو میشه بگی؟ نه دیگه بگم که زایه است. کامل باید بگی. کامل بگم؟ چرا کامل بگم؟ خب بدون شماره خونه ما چنده؟ چنده؟ بله 66 بله 20 بله پس و پیش. چند شماره خونم؟ 66 20 پس و پیش. چنده الان؟ 66 چه خری تو اولا؟